کتاب اول عاشق خودت باش. افزایش عزت نفس در 30 روز. راه‌های غلبه بر عزت نفس پایین، اضطراب، تنش، حس ناامنی و عدم اعتماد به نفس. نوشته مارک رکلاو، ترجمه فاطمه لطفی. نحوه استفاده از این کتاب. روش‌های زیادی برای استفاده از این کتاب وجود دارد. ابتدا کل کتاب را بشنوید و با مفاهیم آن انس بگیرید. پذیرفتن و دوست داشتن بعضی از آنها آسان است، ولی پذیرفتن برخی دیگر دشوارتر خواهد بود. نگران نباشید، این مسئله ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد. بعد از آن کتاب را برای بار دوم بشنوید و تمرینات را انجام دهید. می توانید از ابتدای کتاب شروع کنید و تمرینات را یکی پس از دیگری انجام دهید. یا می توانید ابتدا تمریناتی که بیشتر دوست دارید را انجام دهید. با شیوه خودتان روی کتاب کار کنید و اجازه ندهید سادگی تمرینات شما را گول بزند. اگرچه بسیاری از مفاهیم و ایده ها کاملا ساده هستند، اما می توانند زندگیتان را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند. به هر حال فقط شنیدن کتاب کافی نیست. اگر می خواهید عزت نفستان را ارتقا دهید، باید برخی کارها را نیز انجام دهید. من به شما قول می دهم ارزشش را خواهد داشت. یک یادداشت شخصی. بیشتر روی مفاهیمی که با آن علاقه کمتری دارید کار کنید. بله، درست فهمیدید. بیشتر روی مفاهیمی کار کنید که آنها را خیلی کمتر دوست دارید. همانهایی که در ذهنتان میگویند به هیچ وجه این راهکار برای من مؤثر نیست. بیشتر اوقات چیزهایی که باید یاد بگیرید مواردی هستند که کمتر به دنبال یادگیری آنها هستید. همانهایی که در ابتدای مسیر آنها را رد می کنید. این مسئله ذهنی است. بیایید سفر خودتان را برای بالا بردن عزت نفس شروع کنیم. لحظات خوشی برایتان آرزو می کنم. بخش اول. شما صاحب اختیار هستید. 1. مسئولیت کامل زندگیتان را بر عهده بگیرید. این جمله را از نزدیک بخوان دوست من. یکی از مهمترین درس‌های عزت نفس در کل این کتاب همین بخش است. وقتی اوضاع و خواسته ها مطابق میل ما پیش نمی رود، بیشتر اوقات خدا، جهان یا افراد دیگر را مقصر این امر می دانیم. متاسفم که باید کسی باشم که این را به شما می گوید. فقط یک نفر مسئول زندگی شماست و آن خودتان هستید. نه رئیس، نه همسر، نه پدر و مادر، نه دوستان، نه مشتری، نه اقتصاد، نه آب و هوا و نه رئیس جمهور. هیچ کدام مقصر نیستند. مقصر خود شما هستید. این موضوع ترساور است، اما در عین حال حس آزادی و رهایی به همراه دارد. روزی که برای اتفاقات زندگیتان دیگران را مقصر ندانید، همه چیز تغییر خواهد کرد. وقتی کنترل زندگیتان را به دست بگیرید و مسئولیت کامل آن را بپذیرید، روابط شما بسیار بهتر می شود. به عهده گرفتن مسئولیت زندگی، تعهد زندگی شماست. شما به جای اینکه قربانی اتفاقات شوید، قدرت خلق شرایطتان را به دست می آورید یا حداقل در مواجهه با شرایطی که زندگی برایتان فراهم می کند، قدرت تصمیم گیری پیدا می کنید. در نتیجه مهم نیست در زندگیتان چه اتفاقی رخ می دهد، بلکه طرز برخوردتان در مواجهه با شرایطی که دارید مهم است و در نهایت نگرشی که به آن دست پیدا می کنید انتخاب خود شماست. اگر دیگران را مقصر وضعیت زندگی خودتان بدانید، قدرتتان را به آنها می دهید و برای بهبود زندگی خود به دیگران وابسته می شوید. و دوست من، به شما می گویم این مسئله اتفاق نخواهد افتاد. اگر مسئولیت کامل زندگیتان را به عهده بگیرید، می توانید چیزهایی که دوست ندارید را تغییر دهید. مراقب افکار، اعمال و احساساتتان باشید. هر سریال تلویزیونی را تماشا نکنید و با هر فردی وقتتان را سپری نکنید.
اگر از نتایج و شرایط زندگیتان رضایت ندارید، کافی است ورودی‌ها را تغییر دهید، یعنی افکار، احساسات و انتظاراتتان را. بنابراین دوست من، چه کسی انتخاب می‌کند که شما چه کسی باشید؟ 2. دست از شکایت بردارید. آیا از زمین و زمان زیاد شکایت می‌کنید؟ اگر جوابتان بله است، از شما می‌خواهم که همین الان جلوی آن را بگیرید. شکایت کاملاً بیفایده است و به هیچ وجه دردی از شما دوا نمی‌کند. اگر کمترین سود را داشت، من شما را به این کار تشویق می‌کردم، اما اینطور نیست. ضرر آن بیشتر از سودش است. احتمالاً بیشتر افرادی که از آنها شکایت دارید به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند و ممکن است افرادی وجود داشته باشند که حتی خوشحال باشند از اینکه ببینند شما عملکرد خوبی ندارید. این موضوع باعث می شود که حس بهتری داشته باشند و از شدت خوشحالی در پوست خود نگنجند. شکایت و دلسوزی که به دنبال آن می آید چندان جذاب نیستند. بنابراین به جای شکایت از خودتان بپرسید که چگونه می توانید وضعیت خود را بهبود بخشید. از وزنتان راضی نیستید؟ نیم ساعت در روز پیاده روی یا ورزش کنید و غذای سالم بخورید. زمانی برای پیگیری رویاهایتان ندارید؟ 1 ساعت زودتر بلند شوید و یک برنامه صبحگاهی انجام دهید. از زندگیتان راضی نیستید؟ دست از سرزنش والدین، رئیس، دولت یا اقتصاد بردارید و مسئولیت کامل زندگیتان را به عهده بگیرید. عادتهای سمی، شکایت و سرزنش عوامل بیرونی به خاطر نداشتن زندگی رضایت بخش را همین الان متوقف کنید و زندگی مورد نظرتان را شروع کنید. شروع به تحقق رویاهایتان کنید. آسان نخواهد بود، اما قطعاً قابل انجام است. دیگر از شرایط شکایت نکنید و شروع به خلق شرایطتان کنید. بسیاری از افراد قبل از شما این کار را انجام دادند، پس شما هم می توانید. 3. خودتان در مورد زندگیتان تصمیم بگیرید. به نظر شما عجیب نیست که چطور بعضی از افراد همیشه دقیقاً می دانند شما در هر شرایطی باید چه اقدامی انجام دهید؟ آنها همیشه آماده مشاوره دادن به شما هستند. حتی اگر شما از آنها نخواهید که احتمالاً بیشتر اوقات همینطور است. این مسئله زمانی بدتر می شود که حرفهایشان با زندگیشان تناسبی ندارد. برای مثال، فرد چاقی در مورد تغذیه سالم به شما توصیه کند. یک فرد ورشکسته در حیطه مالی به شما مشاوره دهد یا شخصی که زندگی خانوادگیش آشفته و درهم است در خصوص چگونگی داشتن یک زندگی خانوادگی عالی به شما مشاوره دهد. از میان نصیحت‌های افرادی که طبق صحبت‌هایشان عمل نمی‌کنند، فقط این را می‌پذیرم: برعکس اون چه من انجام میدم عمل کن. من در زندگیم یک قانون طلایی دارم، آن هم این است که فقط از افرادی مشاوره بگیرم که به آنچه من میخواهم از قبل رسیده باشند و خودشان آنها را تجربه کرده باشند. باعث تعجب است که مشاوره و توصیه این افراد شما را آزار نمیدهد. وقتی از آنها مشاوره بخواهید، با خوشحالی به کمکتان میآید. اجبار و زور در شیوه کار آنها نیست. هرچند یک مسئله واضح وجود دارد، آن هم این که شما باید خودتان در مورد زندگیتان تصمیم بگیرید. تضمینی وجود ندارد که هر آنچه برای افراد دیگر مفید و کارساز است برای شما هم مؤثر باشد و شاید مجبور شوید با توجه به شخصیت و عادتهایتان آنها را تغییر دهید. شما بهترین و کاملترین اطلاعات را در مورد زندگیتان دارید و بهتر از هر کسی می دانید چه چیزی برای شما مفید و سازنده است. مثلا همین کتابی که در دست دارید برای افزایش عزت نفس 100 دستورالعمل دارد. شما باید تک تک این 100 روش را امتحان کنید و آنهایی که برای شما مؤثر هستند را ادامه دهید.
2 یا 3 مورد را انتخاب کنید و به طور منظم آنها را تکرار و تمرین کنید و روی آنها بسیار کار کنید. وقتی بر آنها مسلط شدید، 2 یا 3 مورد دیگر را اضافه کنید. مشکلی که در تصمیم گیری دیگران وجود دارد این است که شاید اوضاع بر وفق مراد آنها پیش برود و طبق خواسته شما نباشد و حتی بدتر این که اگر همیشه به دیگران اجازه دهید برایتان تصمیم بگیرند، هرگز یاد نمیگیرید که برای زندگیتان تصمیم بگیرید. ترفند خوب این است که با دقت به نظرات دیگران گوش دهید و سپس طبق تصمیم خودتان پیش بروید. اول از همه به خاطر اینکه فقط شما از وضعیت شخصیتان اطلاع دارید و دوم اینکه در نهایت شما آن کسی هستید که باید با عواقب آن کنار بیایید و مهم نیست که در وهله اول چه کسی شما را راهنمایی کرده باشد. بنابراین اگر گاهی اوقات خرابکاری کردید، حداقل بدانید با روش خودتان خراب کرده اید، نه راهکار دیگران. آنها خیلی سریع بهانه می‌آورند که به هر حال تقصیر آنها نبوده است. تصمیمات شما همیشه کامل نخواهند بود و لازم نیست اینطور باشند. اما همانطور که گفتم، خیلی بهتر است که اشتباه کنید و از آنها درس بگیرید تا اینکه همیشه آنچه دیگران از شما می‌خواهند را انجام دهید. درست است؟ اینکه چه تصمیمی می‌گیرید فقط برای خودتان مفید است. 4. شایعه پراکنی نکنید. در مسیر عزت نفس سالمتر بدیهی است که باید عادت سمی شایعه پراکنی را کنار بگذارید. در حالی که ابتدا ممکن است شنیدن آخرین شایعات در مورد شخصی وسوسه انگیز باشد، ولی اینجا باید از خودتان بپرسید شخصی که این شایعات را پخش می کند هنگام نبود شما در موردتان چه می گوید؟ وقتی اتفاقات جزئی ناخوشایند را پخش می کنید، همین اتفاق برای شما هم می افتد و طرف مقابل شما ممکن است از خودش بپرسد که پشت سرشان درباره آنها چه می گویید؟ چگونه می توان با شایعه پراکنی مقابله کرد؟ موضوع بحث را با این جملات عوض کنید. عزیزم، من ترجیح میدم در مورد خودت بشنوم. یا از اتفاقات زندگیت حرف بزن. متاسفم اما من دوست ندارم در مورد شخصی که خودش در اینجا حضور نداره حرف بزنیم. شایعات و اراجیف حرفهایی مضر و مخرب هستند. میدانید که شایعه چگونه به وجود می آید. گاهی اوقات ما قضیه‌ای کاملاً بی‌حاشیه را برای کسی تعریف می کنیم و این حکایت از یک شخص به شخص دیگر تغییر می کند و در نهایت منجر به سوء تفاهم بزرگی می شود. شایعات را کنار بگذارید و صحبت‌های پرمحتواتری داشته باشید. در این صورت اعتماد مردم به شما بیشتر می شود و روابطتان بهتر خواهد شد. همه می خواهند در کنار فردی درستکار باشند. 5. به تصمیمات درست زندگیتان افتخار کنید. ما خیلی سریع به خاطر 1 یا 2 تصمیم و عمل اشتباه خودمان را آزار می دهیم، اما نسبت به چیزهایی که به دست می آوریم چه واکنشی نشان می دهیم؟ در خصوص همه انتخاب‌های درست زندگیمان چطور؟ می دانید که تمرکز چقدر مهم است، پس بیایید به جای اینکه خودتان را به خاطر اشتباهات گذشته آزار دهید که هر چقدر هم خودتان را اذیت کنید دیگر نمی توانید شرایط را تغییر دهید. بر تمام دستاوردهایتان تمرکز کنید و به خاطر تصمیمات درستتان شاد باشید. چه موفقیت‌های بزرگی تاکنون در زندگیتان به دست آورده اید؟ برای تازه کارها باید بگویم شما هنوز زنده هستید و زندگی می کنید. بنابراین حتما کاری درست در زندگیتان انجام داده اید. دبیرستان یا دانشگاه را تمام کرده اید؟ شاید شما با سفر به دور دنیا دوستان خوب بسیاری پیدا کرده باشید. آیا فرزندان معرکه و بسیار خوبی بزرگ کرده اید؟ بله، غلبه بر عقب ماندگی‌های بزرگ شخصی یا دوران کودکی